درود بیننده گرامی، امروز چهارشنبه 16 ایول است و من طوری سفر در برنامه اخباری آزادی همراه شما. نخست نگاه بس در خط چندی از موضوعهای برنامه. یک ساکن ناحیه فرخار از تیر مرزبانان تاجیک به هلاکت رسیده است. دادستانی سبب‌های حادثه را تحقیق دارد. دومای دولتی روسیه طرح دو قانون به ضد مهاجران را رد کرد، ولی اجازه داد برای پتنت و ثبت در جای اقامت از آنها پول بیشتر بگیرند. برای دادن نسخه پتنت ثبت نام شهروند خارجی در جای اقامت باج گرفته می شود. همچنین حجم باج برای ثبت نام شهروند خارجی در جای اقامتش زیاد کرده می شود. بازداشت بحث برانگیز عبدالرزاق و زادروز جنجالی فوتبال بازی بارسلونا که با حضور افراد کوتاه قد برگزار شد. دادستانی ناحیه فرخار، یکی از ناحیه‌های هم‌مرز با افغانستان، به تحقیق مرگ یک ساکن ناحیه پرداخته است که از تیر مرزبانان تاجیک به هلاکت رسیده است. سرحدبانان تاجیک گفتند محمد اسرارزاده را در یک محل مرز مشاهده کردند که کسی حق پای ماندن در آن جای را به اجازه ندارد و معلوم نیست که او با چه هدفی به آن محل رفته است. ناحیه فرخار و دیگر ناحیه‌های مرزی تاجیکستان از محل‌های آسان‌گذر برای قاچاقبران مواد مخدر از افغانستان به حساب می‌روند و در گذشته هم در این ناحیه‌ها تیراندازی مشاهده شده است. محمود جان رحمتزاده گزارش می‌دهد. شب 12 ایول یک مرد 36 ساله ساکن دهه در قد ناحیه فرخار که در مرز تاجیکستان با افغانستان جایگیر است، از تیر سربازان نیروهای سرحدی زخمی شده در بیمارستان جان باخت. با اطلاع یک منبع رادیو آزادی در ریاست نیروهای مرزبانی ولایت ختلان، محمد اسرارزاده تلاش کرده است سیمخوار مرزی را عبور نموده به لب دریای پنج برسد. منبع میگوید او به امر بازدیدی سربازان اطاعت نکرده است و در نتیجه تیر خورده زخمی شده است. نریاد سرحدی وقتی غیر قانونی گذشتن سرحد را آشکار میکنند، امر میدهند که ایستد، اما حادثه که شب شده بوده است فرار میکند و به امر اطاعت نمیکند و او را زخمی میکنند و در جای حادثه بازداشت کرده به بیمارستان انتقال میدهند و سحر در همان بیمارستان جان میدهد، گفت منبع. هنوز معلوم نیست که در بدن اسرارزاده مواد مخدر یا دیگر اشیاء غیرقانونی یافت شده است یا نه. با گفته منبع، حادثه را حالا دادستانی تحقیق دارد. این اولین حالت نیست که ساکنان منطقه های نزد مرزی هنگام عبور غیرقانونی سرحد از تیر مرزبانان جان می‌بازند و یا دستگیر می‌شوند. یک ساکن دهه در قد که محمد اسرارزاده را می‌شناخت گفت که فقط در روز جنازه او فهمیدند که او در مرز کشته شده است. مقامات در 2 ماه اخیر از آشکار و مصادره صدها کیلو مواد مخدر در منطقه های مرزی ختلان خبر دادند. روز 24 ایون مقامات تاجیکستان توسط رسانه های دولتی اطلاع دادند که در مرز ناحیه همدان یک گروه 4 نفره شهروندان افغانستان قصد داشتند سرحد را عبور کنند. با گفته منبع، آنها به فرمان سربازان اطاعت نکرده به طرف آنها تیر کشیده اند. در نتیجه درگیری یک قاچاقبر با نام محمد هاشم میراکبری 50 ساله کشته شده است. مرزبانان تاجیک از جای حادثه 71 کیلو مواد مخدر و یک چند سلاح آتشفشان را مصادره کردند. یک روز پیش از این حادثه مقامات قدرتی اطلاع دادند که شراف‌الدین ظریفوف ساکن دهه پنجاب ناحیه همدانی را بازداشت نمودند و از ماشینش 90 کیلوگرم مواد مخدر دریافت کردند. با گفته این مقامات این مواد مخدر را از افغانستان قاچاق کردند. حالا خط سرحد را در ناحیه فرخار و همدانی سیمخوار جدا می‌کند. اما طبق قانونگذاری عبور از سیمخوار بدون اجازه سرحدبانان ممنوع است. مقامات میگوید عبور غیرقانونی از سیمخوار همچون شکستن مرز ارزیابی می شود و هر نفری که امر سربازان را اطاعت نمی کند می تواند طبق قانون مجازات شود. حالا با گفته مقامات مرزبانی، مرز تاجیکستان افغانستان زیر نظارت دائمی است و برای پیشگیری قاچاق و عبور غیرقانونی دیدبانگاه‌های نو ساخته شده‌اند. در دومای دولتی روسیه دیروز طرح 2 قانون را رد کردند که در صورت قبول احوال مهاجران کاری را در این کشور باز هم بدتر می ساخت. این زمان طرح یک سند قبول شد که خرج مهاجران کاری را برای گرفتن پتنت و ثبت در جای اقامتشان زیاد می کند. همکاران ما بعد از تماشای جلسه دومای دولتی گزارش را آماده کردند که آن را همکارم مولا رجب یوسفی تقدیم می کند.
وکیلان مردمی روسیه طرح دو قانون را قبول نکردند که مؤلفانش اعضای حزب لیبرال دموکرات یک از احزاب مهاجر ستیز بودند. در جلسه دومای دولتی در روز 15 ایول سرگئی لیانوف معاون رئیس حزب طرح دو سند را معرفی کرد که به باور او بلاهایی را که مهاجران به سر مردم روسیه می‌آورند کم می‌کند. مسئله با مهاجران ارتباط میگیرد که به کشور ما میآیند و بسیاری از آنها در هاستل ها ثبت نام میکنند که مهمانخانه به حساب میرود. در آنجا یک سال یا بیشتر از آن زندگی میکنند و راستی برای مردم محلی این هاستل ها دردسر و مصیبت زیاد میآورند. برای همین ما پیشنهاد میکنیم که ثبت جای اقامت در هاستل ها فقط تا یک ماه باشد. وکیلان دیگر گفتند که حکومت روسیه و کمیته های دوما طرفدار چنین قانون نیستند و آن نباید قبول شود. چنین هم شد. از میان تقریبا 400 وکیل فقط 50 نفر به طرفدار این طرح رأی دادند. طرح دیگری که سرگئی لیانوف پیشنهاد کرد به قراردادهای کاری مهاجران با کارفرما ارتباط داشت، ولی آن هم روی کاغذ و امضا نشده ماند. ما پیشنهاد میکنیم که مهلت قرارداد کاری با خارجیان فقط برای یک سال تعیین کرده شود. حالا ممکن است که قرارداد به مهلت کاری بسته شود. به نظر ما یک سال کافی است که مهاجر عهده‌داری‌های کاریش را اجرا کرده به وطنش برگردد و اگر قرارداد تمام شد باید قرارداد نو بندد. اگر این کار را نکرد بر اساس قانون‌های روسیه باید در مدت 15 روز از کشور رانده شود. به نظر ما این تدبیر در عموم نظارت بر مهاجران و آمدگان را سخت‌تر و سیاست مهاجرت را بهتر می‌کند. اما پیش از نمایشکارانه رد شدن این طرح این دو قانون، دومای دولتی طرح چند سند دیگر را پذیرفت که خرج مهاجران برای گرفتن پتنت را زیاد می‌کند و این زمان به گفته مقامات امکان می‌دهد که نظارت بر مهاجران سخت‌تر و جای اقامت آنها آسان‌تر شود. مهمترین سند در این میان درباره ستانیدن باج دولتی برای پتنت بود. این سند از جمله برای دادن پتنت به شهروند خارجی، نسخه آن، تمدید آن، وارد کردن تغییرات در پتنت باج نوی دولتی تعیین می‌کند. برای دادن نسخه پتنت ثبت نام شهروند خارجی در جای اقامت باج گرفته می‌شود. همچنین حجم باج برای ثبت نام شهروند خارجی در جای اقامتش زیاد کرده می‌شود. در صورت حکم اجرا گرفتن قانون از روز 1 سپتامبر امسال مهاجران کاری برای گرفتن پتنت و یا تمدید آن 4200 روبل علاوگی می‌سپارند. در صورت دراز کردن مهلت اجازتنامه برای کار هم عین پول را باید پردازند و اگر می‌خواهند نسخه پتنت و یا اجازه برای کار بگیرند 2100 روبل دیگر باج دولتی می‌سپارند. وزارت مالیه روسیه حساب کرده است که تعیین باج نو برای مهاجران کاری به بودجه دولت 17 میلیارد روبل درآمد اضافه می‌آورد. وکیلان مردمی روسیه در این جلسه گفتند در کشور بیشتر از 6 میلیون مهاجر کاری ثبت شده است و تقریباً 700,000 نفر آنها غیر قانونی هستند. در مدت نیم سال سپری شده در بسیاری از جلسه‌های دومای دولتی مسئله مهاجرت را پیوسته در میان گذاشته بحث زیاد می‌کردند و در سرخط خبرهای روسیه قرار می‌گرفتند. حامیان حقوق می‌گویند که هر زمان که مشکلات داخلی روسیه زیاد می‌شود، قیمت‌ها مردم را به تنگ می‌آورند. وکیلان و مقامات برقصانه مسئله مهاجرت را داغ می‌کنند تا افکار مردم ناراضی را به دیگر سمت برند. به گفته آنها در این زمان که جنگ دوامدار و ویرانگری پرتلفات روسیه در اوکراین مردم را ناراضی کرده است، دیگر باره مسئله مهاجرت کاری را پیش کشیدند. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. مقامات تاجیکستان میگویند ازدواج‌های قبل از 18 سالگی سبب افزایش طلاق و جدایی در کشور شده است. مثلا سال گذشته سال 2024 در تاجیکستان تقریباً 8300 جفت از هم جدا شدند و در میان آنها دختران هم کم نیستند که 18 ساله ناشده شوهر کردند. سال گذشته تعداد این گونه نوجوانان 3800 نفر بوده است. رادیو آزادی درباره عاقبت‌های بد ازدواج‌های برمحل تحلیل آماده کرد و قبل از برنامه از همکارم خیرمان بقازاده درباره این تحلیل و نمونه‌های این گونه ازدواج‌ها در تاجیکستان پرسیدم.
بله، همکاران ما در دوشنبه با نگاره نام دختری صحبت کردند که او را در 17 سالگی مجبور به شوهر دادند و برای آنکه از کار زیاد 2 بار کودکی بدنش افتاده است، شوهرش او را طلاق داده است. به گفته نگاره، همین که 17 ساله شد و مکتب را ختم کرد، او را به کامل نام مهاجر کاری به زنی دادند. از خودش چیزی نپرسیدند و جشن عروسی هم برپا نشد. فقط یک نکاح مسلمانی بود است و تمام. نگاره نقل کرده است که از سحر بر وقت حولی میرفت، گاو میدوشید، نان و خوراک میپخت. هر روز حال همین، جامه‌شویی، ظرفشویی، خوراکپزی و هزار کاری دیگر. به قول نگاره وقتی حامله دار شد، همسرش به روسیه رفت و از کار زیاد و وزنین 2 بار طفلی بدنش افتاد. بعد این خویشاوندان شوهرش او را طعنه و ملامت کردند که تولد کردن نمیتواند و زیر فشار آنها شوهرش او را طلاق داده است و نگاره به خانه پدر برگشته است، به خانه‌ای که به قول خودش او را آنجا کسی انتظار نبود. از قرقیزستان هم سرنوشت اصل نام دختری 17 ساله را آوردیم که او را به یک مرد 9 سال بزرگتر از او به شوهر دادند. اصل میگوید والدانش هم بعد از دزدیدن او از کوچه هیچ مقاومتی نکردند و از روی رسم قدیمی عروس ربایی او را با الشاد خانه‌دار کردند. اصل میگوید تمام آرزوهایش برباد رفت. فرزند نخستینش نارسید به دنیا آمده است و حالا او و همسر بیکارش در خانه والدان شوهر به سر میبرند. همکارم خیرومان بقازاده درباره ازدواج‌های برمحل در تاجیکستان صحبت میکرد. گزارش مفصل را در این باره میتوانید در وبسایت ما در نشانی azadi.org بخوانید. روز شنبه 12 ایول 2 خبر درباره افراد خط‌پس در صفحه‌های اولی نشریه‌های زیاد توجه را به خود کشید. یکی درباره بازداشت عبدالرزاق بلاگری کوتاه‌قامت تاجیک در دبی بود که حالا در آزادی است و خبر دیگر درباره لامین یامال ستاره دسته فوتبال بارسلونا که برای دعوت گروه هنری خط‌پستان به زادروزش مورد انتقاد حامیان حقوق قرار گرفت. میرزانبی خالقزاد گزارش می‌دهد. حامیان حقوق انسان اسپانیا ستاره فوتبال لامین یامال را برای دعوت هنرمندان قامت کوتاه تنقید نموده اصرار می‌ورزند که قضیه را به دادگاه می‌کشند. طبق اخباری رسیده روز شنبه 12 ایول یامال در قطار ستاره‌های دسته فوتبال بارسلونا، هنرمندان و آوازخوان‌های معروف و یک عده شخصیت‌های شناخته گروه افراد قامت کوتاه را برای هنرنمایی در 18مین زادروزش دعوت کرده است. حامیان حقوق افراد دارای امکانات محدود در اظهارات نوشتند که استفاده مردم قامت کوتاه در زادروز لامین یامال شبیه حوادث عصرهای گذشته است که در آن کمبودی‌های مردم قامت کوتاه برای تشکیل بزم‌های سرشار از تحقیر و بی‌احترامی به این گروه دایر می‌شدند. به قبل آنها در عصر 21 چنین تحقیر برای تشکیل و عیش و عشرت قابل قبول نیست. اما یکی از هنرمندان قامت کوتاه در صحبتش با رادیوی پاک 1 گفته است که بگذارید خود مردم قامت کوتاه معین کند که در کجا هنرنمایی کند و در کجا نکند. او علاوه کرده است که رقص و ساحری و لطیفه گویی و آوازخوانی کسب و مایه روزگذرانیش بوده. در هر جایی که به او به احترامی کنند او نمایش را قطع می کند. نمایندگان یامال تا حال این خبر را شرح ندادند. یامال که سال روان همراه با دسته بارسلونا چمپیون اسپانیا و برنده جایزه‌های شاه و سوپر جام شده است، در اینستاگرام عکس‌های از زادروزش را جای داده است. او با کاستیوم سفید، گل صدبرگ سرخ و جواهرات زیاد مانند بر رهبران مافیا ایتالیا عکس گرفته است. خبر دیگر در زندان‌های تاجیکستان زیاده از 15,000 محبوس ادای جزا می‌کنند. آمار تازه از گزارش وکالتدار اوید به حقوق انسان است که به تازگی نشر شد. آمار اخیر در این باره را ماه ینوری سال 2024 نشر کردند. آن وقت شماره زندانیان 13,500 کس گفته می‌شد. نگرانی از زیاد بودن محبوسان در زندان‌های تاجیکستان بارها صدا داده است. از جمله وکالتدار حقوق انسان سال گذشته 3 زندان وزارت عدلیه در تاجیکستان را برای در حجره‌های زندان بیش از معیار نگه داشتنی محکوم شده ها تنقید کرده بود. وزارت کارهای خارجه آمریکا هم ماه اپریل سال 2024 از حد زیاد بودن زندانیان در محبس‌های تاجیکستان را مشکلی جدی نامید. 15 دقیقه که برای اخباری آزادی داشتیم به پایان رسید. سپاس که تا پایان برنامه با ما بودید. خبر و گزارش‌های از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس است. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.